سلام، خیلی ممنون که وقت گذاشتین با آواتار ما صحبت کردین. نظرتون کلا راجع به این محصول چیه؟ مرسی، ممنون. خیلی جالب بود، بیشتر از این خیلی لذت بردم و جالبیش بیشتر به خاطر این بود که محدودیتی توی جواب دادنش نداشت و گفتین که یه سری اطلاعات بهش دادین و صرفا فقط به اون اطلاعاتی که وارد شده، در واقع کدنویسیایی که شده محدود نیستش و میتونه خیلی فراتر از چیزایی که حالا وارد شده داخل اطلاعاتش هستش جواب بده. سلام عرض می‌کنم. نه برخورد نداشتم تا حالا با این آواتارها. پروژه خیلی خوبی بود. خیلی سوالای متنوعی از صنف‌های در واقع مختلفی پرسیدم و جواب داد. پروژه خوبی بود و جالب بود برام. آواتار خیلی خوبی بود، پیشرفته بود و تکنولوژی جذابی داشت. خب من به عنوان یک کسی که توی حالا دنیای مهندسی پزشکی هستم و خیلی علاقه‌مند به هوش مصنوعی هستم، الان خیلی داریم می‌بینیم که هوش مصنوعی چقدر فراگیر شده و بسیار مفید هست و این محصولی که شما دارید در واقع خیلی جالب بود برای من این سوال تخصصی ازش پرسیدم و خیلی جالب و با حوصله و با دقت زیاد سوال منو جواب داد. به نظر من میتونه مفید باشه برای کسایی که تازه وارد فیلد تجهیزات و مهندسی پزشکی شدن یا حتی علاقه‌مندن، هر سوال تخصصی داشته باشن میتونن ازش بپرسن. آواتار خیلی خوبیه، هم سوالات خیلی دقیق جواب میده، همین که اطلاعاتی که در اختیارت قرار میده کاملا انگار یه آدمی که کاملا مسلطه به موضوع دیتیل میده بهت. من خیلی تجربه جالبی بود به جهت اینکه طراحی حرکات دست و صورتش همزمان بود با گفتارش و یه نکته قشنگی هم که داشت این بود که من وقتی که جلوی تصویر جابجا میشدم انگاری این هر زاویه‌ای که میرفتم به من خیره میشد و جالب بود. و به نظرتون توی آینده این هوش مصنوعی توی ایران و توی شرکت‌های بزرگ چطوری میشه؟ به نظرم طبق چیزایی که حالا من برای اولین باره که در واقع دارم توی ایران مد شرکت میکنم، نسبت به چیزی که انتظار داشتم و چیزی که دیدم به نظر میرسه که خیلی توی آینده بیشتر و خیلی بیشتر از چیزی که الان هستش میتونه پیشرفت کنه. برخلاف اینکه مردم میگن جای پزشکا رو میگیره و کلا منابع انسانی از بین میره، اینطور نیست. خیلی میتونه کمک بکنه به پیشرفت این صنف و برای تشخیص سریعتر بیماری ها، برای حتی ممکنه که کار به بیمارستان کشیده نشه، یه سری پیشگیری ها انجام بشه، سوال پرسیده بشه از آواتار و اگه حرف یا سوالی داری فعلا هوش مصنوعی جوری میشه که تشخیص هم دیگه خودش شاید اینجوری بگم، ولی پزشکا هم دیگه شاید اون میزان حضورش رو تو خیلی چیزا کم باشه. خب ما داریم کشورهای دیگه، حالا اگه نگاه کرده باشید خب تو چیزای بیمارستانی که دارن، مراکز بیمارستانی با ربات جراحی بیشتر دیگه کار میکنن، حتی تشخیص هم کمک میکنن. میتونه خیلی مفید باشه، ضمن اینکه خیلیا میتونن تو اون زمان نباشن یا مثلا وقت نهاری باشه، یا خیلیا هستن که مریض شدن یا سرفه مثلا یا حالت مریضی داشته باشن. همین این میتونه به عنوان یه ضامن یا یه کمک کننده ثانویه بهشون کمک کنه که سوالات مشتری‌ها رو پاسخ بدن، که الان همین تکنولوژی توی همراه اول و توی ایرانسه توی نمایشگاه الکام من دیدم. تو شرکت‌ها هم بالاخره چون توی حوزه تجهیزات پزشکی یه سری‌ها هستن که تازه جذب میشن یا اینکه مثلا یک سری برنامه‌های روتین و روزانه دارن، میتونن شاید نظر من اینه جهت یادآوری روتین‌هاشون یا اگر یه فیلد کاری رو فراموش کردن میتونن ازش سوال کنن، بپرسن. به نظر من هر چقدر ما به این مسیر هوشمندسازی در واقع بیشتر بپردازیم و سعی کنیم خیلی کارامون رو به جای نوت برداری کردن و نوشتن از یه همچین در واقع اپلیکیشن یا برنامه یا همچین چیزایی که توی حوزه مهندسی پزشکی بسیار الان چشمگیر هستن میتونیم استفاده کنیم. من واقعیت داستان خودم فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد که رشته هوش مصنوعیه. ما از دیدگاه فنی بیشتر اینو به عنوان زیرساخت صنعتی نگاه می‌کنیم بهش که باعث افزایش بهره‌وری تمام بخش‌های صنعت میشه. در مورد خاص ما داریم در رابطه با این مسئله صحبت می‌کنیم، تجهیزات خدمات مربوط به سلامت، تجهیزات پزشکی و منبعی شرکت‌ها باعث افزایش دقت توی تجهیزات میشه که توی جای حساس مثل دندون یا مثل قلب و عروق داریم استفاده می‌کنیم و اینکه میزان هزینه واسه یوزر یا واسه کاربر رو قطعا کمتر خواهد کرد در سال‌های آینده. و فکر می‌کنید اگر یک شرکتی بیاد پشتیبانی و حالا مراجعه کننده، یعنی بیاد به این آواتار رجوع بکنه و این شخص پشتیبانی شما باشه توی برندهای مختلف، شما به اون برند اعتماد می‌کنید یا نه؟ اصلا براتون جذاب هست به اون برند سر میزنید؟ اون برند تو ذهنتون میمونه یا نه؟ به نظرم خیلی 70-30 میتونه باشه، یعنی میتونه که
توی یه سری مسائل جایگزین انسان بشه و خب خیلی درصد خطاش میتونه کمتر باشه، ولی خب توی یه سری مسائل هم شاید اون 30% باعث بشه که نتونه اونقدر جایگزین خوبی باشه. آره دیگه، بستگی داره که شما چجوری ازش پاسخ خورد. بله دقیقاً. بله یعنی راحتید باش کار کردن. مشکل نداره به نظرم. از اینکه بخواید با یک آدم عادی در ارتباط باشین راحت تره براتون، احساس راحت تری دارید؟ تا الان با چت جی پی تی خوب گرفتیم، خیلی کمکمون کرده و به نظرم میتونیم با اینم کنار بیایم و خیلی کمک کننده است. قطعاً خوبه، چرا که بعضا پیش اومده توی ثبت سفارشات سنتی، حالا یا اون قیمتی که اون لحظه نفری که ما ازش بهش سفارش میدادیم قیمت بروز نداشتن، یا توی ثبت سفارش اون سایزبندی‌هایی که ما انتخاب می‌کردیم اون چیزی که بعداً به دست ما رسیده، نمیگم همش، ولی اون با اون چیزی که مد نظرمون بوده اختلاف داشته. ولی وقتی پای هوش مصنوعی یا آواتار میاد وسط، قطعاً اون چیزی که ما نیاز داریم همونجا ثبت بشه و همون به دست ما برسه. فکر می‌کنم این مهمترین دستاوردش باشه. ببین این آواتار توی الان دارید شما تو زمینه مسئول پزشکی و تبلیغ عموم دارید اطلاعات به مشتری میدید، ولی توی هر زمینه‌ای که با مشتری سر و کار داشته باشه، توی هر صنعتی فرق نمی‌کنه، پوشاک باشه، تجهیزات پزشکی باشه، تجهیزات فروش هر محصولی باشه، کاملا میتونه جای فروشنده کامل با اطلاعاتی که درسته کاملا بگیره. آره اگر مثلا بر فرض مثال چشم هم داشته باشه بتونه ببینه که دیگه آره حالا ولی آره مشخصات محصول رو به مشتری ارائه بده. آره. ولی اگر بتونه محصولم رو تصویر بیاره، روی تصویر با محصول سینک بشه اون توضیحی که داره میده، قطعا آواتارش کاملتر و بهینه‌تر. اگر که من ازش یه سری سوالاتی داشته باشم و خب بتونه پاسخهایی که میده منطبق با موجودی بازار باشه و اگر یه چیزی رو به من توصیه کرد امکان خریدش باشم در واقع واسه من تو بازار فراهم شده باشه، یعنی از موجودی بازار مطلع باشه، به اون شکل هوشمند باشه. آره چرا که نه. به نظر من مثلا بعضی از شرکت هایی که پرسنل زیادی دارن، مثلا بعضی از کارها توسط نیروهای انسانی انجام میشه، هوش مصنوعی میتونه جلوی هرز تایم و انرژی رو بگیره. به قول فرمایش شما اون داده ها رو ما بدیم به هوش مصنوعی، مثلا مثل لیست کردن پرسنل، کالاها، قیمت گذاری ها، حداقل ها، حد اکثر، یه بازدهی هایی رو که نیروی انسانی میشه مثلا جای دیگه ازش استفاده بکنیم، اینجا نخواد بذاره و حتی امکان خطاش رو هم هوش مصنوعی میاره پایین‌تر. به نظر من این جاها رو 24 ساعته بدون خستگی انجام، بدون خستگی، بدون خطا. به نظرم باشه، چون من چند تا سوال در مورد مموری فوم و این شرکت کردم خیلی خوب جواب دادم. بله اتفاقا چون من که خودم خیلی یعنی علاقه‌مند هستم به هوش مصنوعی، چون اگر مشکلی داشته باشه دستگاه من زودتر از من حالا با خبر میشه و اطلاع میده، نمیذاره حالا تا من بخوام بیام چک بکنم دستگاه رو یا عوارض دیگه خیلی کمک میکنه. بسته به عمل کردشون داره، ولی فکر نمیکنم اینا جای خطا و یعنی اطمینان میکنید به اون شرکتی که کارو بکنه. آره. خیلی ممنون، مرسی وقت داشتید. تشکر. سلام. خیلی ممنون، مرسی وقت داشتید. خواهش میکنم، مرسی قربونت.